به نام خدا، سلام و درود به دوستان خوبم. داشتیم در مورد کتاب دبی فورد صحبت می‌کردیم، کتابی زیبا به نام چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند، با ترجمه آقای مهدی افشار. نام قبلی این کتاب این بود که چگونه از دشمنی با خود دست بکشیم. هر دو اسم زیباست. به هر حال به این موضوع می‌پردازه که آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند چون در برهه‌ای از زمان خوب بودن رو به کامل بودن ترجیح دادن، در حالی که وظیفه اصلی ما به کمال رسیدنه. چون کمال خوبی‌ها رو خود به خود به همراهش میاره، ولی خوب بودنی که ما رو از کمال دور کنه فایده‌ای نداره. و این ترجیح اشتباه، یعنی ترجیح خوب بودن به کامل بودن، شروع مسیر خود ویرانگریه. و آدما به خاطر همین انتخاب اشتباه آسیب‌هاشون به خودشون هی بیشتر شد و تبدیل به بزرگترین دشمن خودشون شدن. تو این ویدیو میخوام در مورد نفس سالم و نفس ناسالم صحبت کنم و بررسی کنیم که نفس وقتی آسیب ببینه چطور ما رو به آدم‌های خوبی تبدیل میکنه که میتونن کارهای بد وحشتناکی بکنن. نفس ما به خودی خود یک نیروی تاریک نیست. اگه قرار باشه تو دنیا یه نقشی، یه کارکردی داشته باشیم، داشتن نفس یک ضرورته. بدون نفس حتی قادر نیستیم خودمون رو از دیگران تشخیص بدیم. نفس ما حامی ما و یاور ما برای کشف استعدادهامون. این که خودمون رو بتونیم شناسایی بکنیم. نفس محافظ وجودی ماست و کمک میکنه بفهمیم این خود ما هستیم، یعنی من و غیر من رو با نفسم میتونم بشناسم. پس نفس یک موجود تاریک نیست به خودی خود. این شناخت فقط به لطف نفس سالم حاصل میشه. این نفس ماست که به ما این ادراک رو میده که ما به عنوان یک موجود مستقل وجود بیرونی داریم. این نفسی که ادراک ما، احساس ما رو حمایت میکنه، تقویت میکنه. حالا همین نفس وقتی آسیب میبینه، وقتی در هم شکسته میشه، وقتی آزرده میشه، دیگه نمیتونه به شیوه صحیح مفید واقع بشه. به جای مفید بودن تبدیل به یک موجود زیانبار میشه برامون. وقتی نفسمون دیگه قادر به شناخت و متمایز کردن خودش با بقیه نیست، وقتی نمیدونه چه نقشی داره، تبدیل به یک نیروی خطرناک میشه که ما رو به سمت نیستی و مرگ میکشونه. اما سوالی که در موردش صحبت میکنیم اینه که چطور همین نفس سالم مجروح میشه و قابلیت پیدا میکنه به ما آسیب بزنه. وقتی که در اثر اتفاق یا حادثه‌ای نفس احساس فرودستی کنه، یعنی اگه این نفس نادیده گرفته بشه، خرد بشه و نفس دیگه نتونه اون خرد شدن و فرودست بودن رو تحمل کنه، تبدیل به یک نفس مجروح میشه و از همینجا تمام سعیش اینه که ضعف‌ها رو بپوشونه، نقص‌ها رو نادیده بگیره و دیگه خودش نیست. صدای منطق رو در خودش دفن میکنه و وادارتون میکنه نفس متعالی خودتون رو نادیده بگیرید و روی چیزی که نادرسته و از دست رفتنیه متمرکز بشید. وقتی نفس مجروح بشه دیگه به هیچ صدایی غیر از خودش گوش نمیده، چون این مکانیزم و کارکرد دفاعیشه. مکانیزمش اینه که وقتی زخمی میشه، وقتی انکار میشه، وقتی مجروح میشه و به خاطر شرم نمیتونه خود واقعیش باشه، دیگه به صدایی غیر از خودش گوش نمیده. همون نفسی که سالم بود، نفسی که زیبا بود، وقتی تبدیل به یک نفس ناسالم میشه، انگار تبدیل به یک سیم رها شده برق خطرناک و غیر قابل کنترل میشه و چون دیگران میترسن بهش نزدیک بشن، خیال میکنه خیلی بزرگه، خیال میکنه عظمت پیدا کرده و میگه من بهترم، میگه من با همه فرق دارم و بر این باوره که حتی مقررات هم شامل حال من نمیشه. و از اینجاست که خود ویرانگری زاییده میشه و ما هم میشیم آدمی که مدتها خوب بود ولی کارهای بد بزرگی میتونه انجام بده. آدمی که نفسی داره که اون نفس به خودش میگه دیگه من هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم، در حالی که این نفس وقتی سالم بود کارکردش این بود که به ما هویتی جداگانه بده. نفس وقتی آسیب ببینه و خودنمایی کنه، تمام جهان بیرون خودشو به طور خودخواهانه‌ای به عنوان چیزی میبینه که نیازهاشو برآورده کنن، حالشو خوب بکنن. همه چیز به عنوان موانعی دیگه دیده میشه که فقط باید اونا رو برداره و ازش عبور کنه. نفس سالم وقتی مجروح میشه، درست مثل ماهیه که از آب بیرون افتاده و به شکل غیر قابل کنترل دست و پا میزنه و همه تلاشش اینه که یه راهی برای امنیتش پیدا کنه و فقط در جستجوی راهیه که بتونه به زندگیش معنا ببخشه و فقط میتونه چیزی رو ببینه که نداره. نفس مجروح با احساس آسیب دیدگی عمیق و درونی و احساس معیوب و بیکفایت بودن به چیزهایی در خارج از وجود خودش میچسبه تا خودش رو کامل رفع نقص کنه و از همینجا اون فرار بزرگ
شروع خواهد شد. فرار برای اثبات اینکه ما کسی هستیم غیر از اونی که خودمون باور داریم. همه این انرژی صرف میشه فقط به این دلیل که حاضر نیستیم نقائص، معایب، ناکامل بودن خودمون و آسیب پذیری هامون رو قبول کنیم. بذارید چند تا مثال بزنم. بعضی از همین نفس‌های آسیب دیده و مجروح خیال میکنن به دست آوردن پول تنها راه حل برای درمان جراحت‌هاشونه و همیشه در تعقیب پول هستن، حتی اگه این پول از طریق اختلاس و سرقت و فریب باشه. این نفس فکر میکنه قدرت میتونه درمانشون کنه و همه این کارها رو انجام میده به امید اینکه به گرسنگی خودش پاسخ بده و حالش بهتر بشه. نفس آسیب دیده رضایتمندی فوری میخواد، همیشه در تلاش برای کسب سریع لحظات خوب بدون اینکه به عواقب کارش فکر کنه، چون بین توهم و واقعیت دچار اختلال شد و ما در اون لحظه نسبت به رفتارمون نابیناییم. اینجا یه خطر بزرگ کمین کرده، خطری که هم به ما و هم به دیگران آسیب میزنه، چون وقتی نمیتونیم خودمون رو ببینیم دیگه نمیتونیم تأثیر رفتار خودمون رو بشناسیم و متوجه نیستیم که برده و غلام تمایلات نفس ناسالم و آشفتمون هستیم. اینجا دائم میخوایم دستاوردهای جدید و بهتری کسب کنیم. مهم نیست نفس مجروح چه چیزی به دست میاره. در یک روز هر چی به دست بیاره در پایان روز باز هم کم میاره، همچنان ناکام میمونه و فکر میکنه یه دستاورد دیگه، یه کسب دیگه حفره ذهنیش رو پر میکنه، ولی چیزی که دنبالش میگرده خارج از وجود خودش نیست، در درون و در جهان درونی خودشه. لازم نیست اونو بیرون جستجو بکنه. مهم نیست نفس چه موقعیت‌هایی رو کسب میکنه، چه ستایش‌ها و چه ثروت‌هایی به دست میاره. از اونجایی که در پیوستن و یکی شدن با خودش ناتوانه، به طرز دردناکی ناکام باقی میمونه. ولی اگه یاد میگرفت خود واقعیش باشه، اون خود متعالی، اون نفس سالم و کامل و یکپارچه، خودی که نیازی حتی به معرفی نداره، حتی اهمیت نمیده دیده میشه یا نه، اهمیت نمیده به رسمیت شناخته میشه یا نه. نفس کامل حتی با وجود ناکام بودن همیشه حضور داره، هیچ وقت ما رو ترک نمیکنه، هیچ وقت از تکاملش کوتاه نمیاد، هیچ وقت به سمت بیخیالی نمیره، به خودش آسیب نمیزنه، نمیخواد همه چیز رو کنترل بکنه. نفس وقتی آسیب دید و مجروح شد، نفسمون وقتی آسیب دید و مجروح شد اینقدر ترسو میشه که همه احتمالات نامحدود دنیا رو میپذیره که اصلا نمیدونه وجود داره یا نه. وقتی آسیب دید از ترس میخواد روی همه چیز کنترل مطلق داشته باشه و چون نمیتونه جلوی احتمالات رو بگیره، چون نمیتونه همه چیز رو کنترل بکنه، ناکامیش بیشتر و بیشتر خواهد شد. اما نقش نهایی نفس سالم بازشناسی و تشخیص خودش از سایر نفس هاست تا واقعیت خودش رو بتونه تایید کنه. ولی نفس ناسالم یا نفس آسیب دیده بر این باوره که بهترین شیوهی که باهاش میتونه خودش رو تایید کنه اینه که پیرامون هر چیزی باید حاضر باشه، حتی اگه این حضور نتیجه ناخوشایندی براش به بار بیاره. فکر کنید مادرتون یا هر کسی وقتی 2 ساله، 3 ساله یا 5 ساله هستید بهتون مستقیم یا غیر مستقیم میگه تو آدم خوبی نیستی و شما چون شنیدید که آدم‌هایی که خودشون باور کردن که به حد کفایت خوب نیستن هیچ وقت موفق نمیشن، به خاطر همین تمام تلاشتون رو میکنید این بخش از وجود خودتون رو لاپوشونی کنید و باور نکنید که آدم خوبی نیستید و به همه اثبات کنید که در مورد شما اشتباه کردن و شما خوبید. شروع میکنید به جدا کردن یه بخش از وجود خودتون، شروع میکنید به خلق خود کاذب که بگید اونی که شما در موردش صحبت میکردید من نیستم، در حالی که خوب بودن یا خوب نبودن به این صورت نیست که کسی بتونه اون رو تشخیص بده و یا به خاطر قضاوت دیگران بخواید خودتون رو تکه پاره کنید به طوری که دیگران هیچ حقیقت وجودی شما رو دیگه حتی نمیتونن بفهمن و خودتون هم اون حقیقت وجودی خودتون رو نمیتونید بفهمید. وقتی ناتوان شدید دوباره همون صحبت‌هایی که در کودکی شنیدید میاد سراغتون و میگید پس همه راست میگفتن که به حد کافی من خوب نیستم. دبیفورد تو این کتاب یه مثال از یه داستان برامون میاره که فهم این موضوع برامون راحت‌تر بشه. فکر کنید مادرتون یا هر کسی وقتی 2 ساله، 3 ساله یا 5 ساله هستید بهتون مستقیم یا غیر مستقیم میگه تو آدم خوبی نیستی و شما چون شنیدید که آدم‌هایی که خودشون باور کردن که به حد کفایت خوب نیستن هیچ وقت موفق نمیشن، به خاطر همین تمام تلاشتون رو میکنید این بخش از وجود خودتون رو لاپوشونی کنید و باور نکنید که آدم خوبی نیستید و به همه اثبات کنید که اشتباه کردن
و شما خوبید. شروع میکنید به جدا کردن یه بخش از وجود خودتون. شروع میکنید به خلق خود کاذب که بگید اونی که شما در موردش صحبت میکردید من نیستم. در حالی که خوب بودن یا خوب نبودن شما رو اصلا کسی نباید و نمیتونه تعیین کنه. شما به خاطر قضاوت دیگران خودتون رو تکه و پاره کردید به طوری که دیگه هیچ کس حقیقت وجودی شما رو نمیفهمه. اما بعد از سالها وقتی از خلق خود کاذب ناتوان شدید، دوباره همون صحبت‌هایی که در کودکی شنیدید میاد سراغتون و میگید پس همه راست میگفتن که به حد کافی من خوب نیستم. دیویفورد تو این کتاب یه مثال از یه داستان برامون میاره که فهم این موضوع برامون راحت‌تر بشه. میگه لاری کودکی نیازمند و آویزون مادرشه. مادرش رو دوست داره و هرگز نمیخواد آغوش مادرش رو رها کنه. مادرش هم پیوسته لاری رو به خاطر آویزون بودنش سرزنش میکنه. بهش میگه چقدر دور و بر من میپلکی، این بند ناف لعنتی پس کی پاره میشه. وقتی لاری به سنین نوجوانی میرسه هر کاری میکنه که ثابت کنه مستقله و نیازی به مادرش نداره و میخواد اثبات کنه میتونه اون بند ناف بین خودش و مادرش رو پاره کنه. اما هرچی سالمندتر میشه و قدرت تدافعیش کاسته میشه و دیگه اون خودی که خلق کرده بود تا اثبات کنه وابسته نیست، وقتی توان ادامه دادن به خاطر کم شدن قدرتش نداره، شروع میکنه به تکیه دادن دوباره به مادرش و بهش اثبات میشه که مادرش در موردش درست قضاوت کرد. همه این اتفاقات داره وقتی میفته که به خاطر ترس عواطفمون رو انکار و بر اثر شرم اونا رو سرکوبش کردیم و خوب بودن و خوب نبودن رو از نگاه دیگران برای خودمون دیدیم و اجازه دادیم قضاوت‌های دیگران از ما یک خود ساخته شده به دست اون قضاوت‌ها درست کنه که اون ما نیستیم. ترس و شرم والدین خود کاذب هستن. نفس آسیب دیده ما برای اینکه بتونه از احساس عمیق بیکفایتی و ناتوانی فاصله بگیره یه نقابی میسازه و شخصیتی رو شکل میده تا بتونه پشتش پنهان بشه. اون نقاب میشه خود کاذب ما و فقط یک مسئولیت داره. مسئولیتش هم اینه که همه بخش‌های دوست نداشتنی و ناپذیرفتنیمون رو پنهان بکنه، ولی ما نیازی به خلق خود کاذب نداریم، به شرطی که به طور اصولی و بنیادین و ریشه‌ای احساس خوبی به خودمون داشته باشیم و بدونیم کی هستیم و همونی هستیم و دوست داشته باشیم. ما از خودمون خود کاذب خلق میکنیم به این امید که کمکمون کنه خودمون رو بتونیم با چارچوب محیط بیرونی منطبق کنیم و برامون دیگه مهم نیست تا چه اندازه ممکنه اون چارچوب احمقانه، آسیب رسان و گیج و نامفهوم باشه. این اتفاق وقتی برامون افتاد که وقتی کودک بودیم و همیشه خود واقعیمون رو زندگی میکردیم و رفتارهایی که نشون میدادیم اینقدر با انتقادهای شدید و مجازاتهای بی‌معنا مواجه شد که بیشتر و بیشتر از اصالت وجودیمون جدا شدیم. در حالی که والدینمون برای کسب معاش تلاش میکردند، ما ناخودآگاهانه از خود راستین و واقعیمون، از شادیهامون، از هیجاناتمون، از قلب همیشه عاشقمون جدا شدیم و برای حفظ بقای عاطفی و قابل قبول واقع شدن دیگه خودمون نبودیم و دنبال راهی و تضمینی بودیم که معیوب دیده نشیم. اما تنها راه تضمین برای اینکه نفس آسیب دیده معیوب دیده نشه اینی که شروع کنه به نمایش خودش در جهت مخالف صفات و خصوصیاتی که سعی در پنهان کردنشون داره. ببینید چقدر کار سختیه. ما چهره خودمونو یا چهره واقعی خودمونو تغییر میدیم، پشت نقاب پنهان میشیم، طوری که هیچ کس حتی خودمون نمیتونیم خودمونو بشناسیم. بدون هیچ تأمل و تفکری، روشنایی، معصومیت و عمیق‌ترین حقیقت وجودی خودمون رو رها میکنیم. خود واقعیمون رو رها میکنیم تا مورد قبول واقع بشیم، تا پذیرفته بشیم. میترسیم اگه خود شیرین و معصوممون رو به نمایش بذاریم ضربه بخوریم. میترسیم طرد بشیم. میترسیم مورد تمسخر واقع بشیم. یا میترسیم خنگ تلقی بشیم و به خاطر ترس از همه این موارد یک نقاب امن برای خودمون گذاشتیم
که دیگه خودی که دیگران دوستش ندارن نباشید. حالا فکر کنید میخواین وارد اتاقی بشید و کسی جلوی در ورودی اتاق ایستاده و میگه قبل از ورود باید نقاب خودتون رو بردارید و با خود واقعی وارد اتاق بشید. وقتی نقاب برداشته میشه هر کس با یه توجیهی وارد میشه و میگه چرا این نقاب رو به چهره داشت. اولین نفری که وارد اتاق میشه و نقابش رو بر میداره میگه من برای این نقاب گذاشتم که شرم دارم از این بابت که آدمی بی توجه و بی دقت هستم و تلاش میکنم با جذاب بودن و با شنونده‌ای دقیق بودن و توجه نشون دادن به نیازهای دیگران این ضعف رو بپوشونم. دومی میگه شرم من از این جهته که من به حد کافی خوب، باهوش یا کامل نیستم و با وانمود کردن به کامل بودن تلاش میکنم واقعیت وجودی خودم رو پنهان کنم. نفر بعد میگه شرم من به خاطر اینه که آدمی زیان دیده و بازنده‌ام و با انتخاب شغل مربی بودن این واقعیت بازنده بودنم رو دارم میپوشونم. نفر بعد میاد میگه نقابم به خاطر اینه که شرم دارم از اینکه آدم ضعیف هستم و با نگاه کردن به چشم دیگران و برانگیختن احساس قدرتمند بودن این ضعف رو میپوشونم. نفر بعد میگه شرم من از این جهته که از مردها میترسم و با تننمایی و خودنمایی این ترس رو دارم میپوشونم و به همه میخوام ثابت کنم من آدم ترسویی نیستم. اگه ترسو بودم که تننمایی و خودنمایی نمیکردم. یه نفر دیگه میگه شرم من از اینه که آدم متعصبیم و این تعصب رو با ارتباط برقرار کردن با همه آدما و با ارتباط با هر تفکری دارم پنهان میکنم. این مثال هایی که بهتون گفتم به همون کمک میکنه بتونیم خود واقعیمون رو پیدا کنیم و از پشت نقابی که مدتها اون روح لطیف ما رو پنهان کرده، خود واقعیمون رو پنهان کرده بیرون بیاییم و خودمون باشیم و همون نسخه واحدی که خداوند از چند میلیارد انسانی که دارن زندگی میکنن مثلش نیافریده و نخواهد آفرید همون نسخه باشیم. براتون یه چهره بدون شرم و ترس و یک نفس سالم آرزومندم.